دوستان عزیز، اینک ما حالا در خاندان نخستین استاد این جانب شاعر معرفت پرور واحه سرخان استاد محمد روزی غنیزاد حضور داریم. پیشتر ما درباره یک صندوق قدیمه که محصول دست یک استاد بود با نام بابای ملا غنی و شما معلومات داده بودیم و امروز درباره دوم صندوق که در خاندان فرزند ایشان است، یعنی در خاندان استاد محمد روزی غنیزاد، انشالله برایتان معلومات خواهیم داد و حالا درباره صندوق و تاریخ صندوق استاد با فرجه به شما معلومات میدیم. مرحمت. من شکرلای عزیز، این صندوقی که پدری ما به دست مبارکی خود ساختن، صندوقی قدیمه که محصول دستی همه با مهنت جبین ساخته شده است. من بینید این شکلی که پیشتر خودی شما بیان کردید، صندوقی را که ما نشان دادیم و بدتر از این ساخته شده بود. این صندوق پیشتر از وی ساخته شده که من این صندوق اصلیت خود را حالا هم نگاه داشته شده است. من اینجا جای دری او می باشد، من این تحتر من اینجا نگاه کنید، من اینجا شکلا جا من اینجا درش میشه. من این کامه هایی که نگاه کنید چخیل ساختن که این کامه ها از این طرف من در همه دری صندوق از این طرف از یک طرف کشاده میشد، به یک سو کشاده میشد، باز این طرف که راندن محکم میشد. من این درون صندوق که تخته ها را به اصولی گویم دستی ساخته به هیچ یک میخ پیوست میکردن، به اصولی باز میخی چوبی میگفتن که من این چیزای بدتر من میخی سنئی با طریق سنئی من از برای که چوب از قالبش نکوچم و اینجا میخوای زمانوی گرفتیم. اصلا این به میخ شخ کرده شده است. من تخته های بینید چه خیلی عجایب که پهنیش هم من قریب از 25 سانتی متر همین طریق تخته ها را همین خیلی من پایه ها را با یک مهارتی تام می ساختن. من قفای این صندوق من بینید تخته پاره ها چه خیلی اصلیت من که بیمیخ در همون کامه ها در همون جاها من بینید انا برای شما انا معلوم من چه خیلی پیوست کرده شده است. انا این در مروری وقت و زمان تخته ها در آب و گل مانده کمترک توپ پرتافتگی به اعتباری، چون که زمان حاضر بینید که بارک الله تغییر یافته، هر روز دیگرگونی شده ایستاده است. این صندوق ها قریب که بی قدر شده ماندن، لیکن از برای که یادآوری بود ما این نسخه را من نگه داشتیم تا این دور زمانه. خب هرچی باشدم از پدری خود یادگار بود. با همین اصول چند نمود اسباب های خانگی دیگر چیزها را که ما در ده ما موزه داریم، در مکتب ما موزه داریم. خوش بسیار چیزها را به موزه دادیم که از قدیم مانده شده بود. کاسه های چوب بود، خب اما ماشه هایی که زمین می راندن. خب اما بعضی اسباب های روزگاره از پدر ما میسین بود، آفتابه های میسین بود، همه به همون موزه دادیم تا که بر مردم یک سباق یک درس شود. تشکر. خدا خواهد از موزه مکتب برای شما عزیزان گزارش آماده خواهیم کرد. با استاد عزیز برای معلومات ها اظهار تشکر میکنیم. صحت باشید، سلامت باشید. رحمت.